دیوار و مناره های مسجد قدیمی که از عصر 12 در هرات افغانستان باقی مانده است، شکاف پیدا کردند. نوشته های تاریخی آن بر اثر زمین لرزه ماه اکتبر امسال فرو ریخت. به یادگاری باستانی قبل از زمین لرزه 6.3 درجه‌ای در هرات که جان بیش از 1000 نفر را گرفت اعتنا دادن نمیشد. حالا ویرانی ها در این یادگاری تاریخی بیشتر دیده می شوند و طالبان برای نگهداری آن هیچ توجه ندارد. طالبان نه فهمی از ارزش‌های آبیده‌های تاریخی و فرهنگی دارند و نه هم تعهد لازم برای نگهداشت این آثار. همچنان هزینه و بودجه لازم در اختیار طالبان قرار ندارد و کارکنان فنی که بتوانند در راستای حفظ و مراقبت آثار باستانی و آبیده‌های تاریخی کاری را انجام دهند. مسجد تاریخی هرات در سال 1417 برای عبادت از جانب ملکه گوهرشاد همسر شاهرخ شاه از سلاله تیموریان بنیاد شده است. این مسجد همچون یادگاری تاریخی در رویخط یونسکو ثبت شده. از زمانی که گروه طالبان در سال 2021 به سر قدرت آمد، در افغانستان کم بضاعت افزایش یافته است و این گروه هیچ تلاش برای حفظ یادگاری های تاریخی ندارد. سازمان های بین المللی بارها از طالبان خواستند که برای حفظ آثار باستانی در افغانستان تلاش کنند و نگذارند که جنگجویانشان یادگاری های تاریخی را ویران کنند.